لینکدین یک شبکه اجتماعی که در حال حاضر بیش از 750 میلیون کاربر در سراسر دنیا داره. 750 میلیون رقم بسیار زیادی هست و میتونه اهمیت این شبکه اجتماعی رو به ما نشون بده. و مهمتر از اون، بیش از 55 میلیون شرکت در سرتاسر دنیا دارای پروفایل لینکدین هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای جذب و همکاری با افراد و شرکت‌های مختلف از لینکدین استفاده میکنن. پس از همینجا ما میتونیم به اهمیت بسیار زیاد لینکدین در دنیا پی ببریم. به طور مثال در استرالیا رایج‌ترین پلتفرم کارآفرین‌ها و کارجوها برای پذیرش شغلی لینکدین هست. خب برای اینکه اکانت لینکدین داشته باشین به راحتی میتونید وارد سایت linkedin.com یا اپلیکیشن لینکدین بشین و با وارد کردن ایمیل و پسورد یا استفاده از اکانت گوگلتون یک اکانت داشته باشین یا ساین این کنین اگه از قبل اکانتی دارید. خب در رابطه با آیتم ها، این آیتم ها رو من میخوام از روی اکانت شخصی خودم دونه به دونه براتون توضیح بدم که چه استانداردهایی باید داشته باشن و به چه صورت بهینه سازی بشن. خب همونطور که مشاهده میکنید توی صفحه اول پروفایل لینکدینتون اولین آیتمی که به چشتون میاد عکس بک‌گراند هست و عکس پروفایلتون. این دوتا عکس در صورتی که استانداردهای لازم رو داشته باشن و جذاب باشند خیلی اثرگذاری زیادی در نگاه اول میتونه داشته باشه برای فردی که از پروفایل شما بازدید میکنه. راجع به عکس پروفایل، عکس پروفایل در لینکدین باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ همونطور که مشاهده میکنید عکس پروفایل لینکدین برخلاف شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل فیسبوک یا اینستاگرام باید یک حالت حرفه‌ای و تقریبا رسمی داشته باشه. عکس بهتره پورتره باشه، بهتره تصویرتون از نیمه بدن به بالا یا از شونه به بالا باشه، بهتره تو عکستون به دوربین مستقیم نگاه کنید، بهتره یه بک‌گراند ساده حالا یا خنثی که متمایز کنه شما رو داشته باشه. لازم و هست در واقع از یه لباس رسمی و حرفه‌ای استفاده کنید. ترجیحاً یک لبخند یا یک اخم نکرده باشین یا یه لبخند ملایم داشته باشین یا تو تصویرتون اخم نکرده باشین. استانداردهایی که برای عکس‌های حرفه‌ای استفاده میشه و سعی کنید به خیلی بهتره توصیه میشه که از کلاه، عینک آفتابی و هر چیزی که جنبه غیر رسمی به عکس شما میده استفاده نکنید. خب به راحتی مشاهده میکنید که عکس پروفایلتون رو به راحتی میتونید ادیت کنید، اضافه کنید یا حذفش کنید یا یه عکس جدید وارد کنید و کلیات عکس به این صورته. این استانداردها رو بهتره داشته باشه. یه نکته خیلی جالب اینه که تحقیقات ثابت کرده که پروفایل‌های لینکدینی که عکس دارن و حالا عکس حرفه‌ای دارن نسبت به اونایی که عکس پروفایل ندارند 14 برابر بیشتر دیده میشن. این خیلی نکته جالبیه. یعنی شما در نظر بگیرید یک چیز بسیار ساده مثل عکس داشتن یا نداشتن تعداد ویزیت پروفایل شما رو که خیلی تاثیر مستقیمی توی ارتباطات شما ایفا میکنه میتونه 14 برابر افزایش بده. و باز نکته جالبتر این که اونهایی که عکس دارن نسبت به اونهایی که عکس ندارن 36 برابر بیشتر پیغام دریافت میکنن و این خیلی نکته جالبیه. خب علاوه بر عکس پروفایل ما یه عکس بک‌گراند هم داریم که مشاهده میکنید. عکس بک‌گراند رو شما به راحتی میتونید انتخاب کنید، کراپش کنید، زومش کنید و تغییرات مورد نظر رو ایفا کنید برای عکس بک‌گراندتون. حالا این عکس بک‌گراند باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ بهتره عکس بک‌گراندتون به صورت کلی خدمتتون عرض کنم بتونه در نگاه اول تا حدودی زمینه کاری، علایقتون و به طور کلی کلیات پروفایلتون رو پشتیبانی کنه. به عنوان مثلا عکس محیط کاری باشه، عکس پروژه انجام گرفته توسط شما توی مجموعه‌تون که دارین کار میکنید باشه که خیلی پروژه مثلا شاخصی بوده. عکس یک موقعیت مکانی کاری شما باشه که تو نگاه اول
بک‌گراند کاریتون رو بتونه بیننده دریافت کنه. میتونه برای شرکت محصول شرکت باشه، عکس مربوط به زمینه تحقیقاتی یا پژوهشی شما باشه. به طور کلی سعی کنید یک عکسی باشه که شما در حال حاضر تمرکزتون رو اون بیشتره. فرض اگر در صنعت کار میکنید، یک پروژه صنعتی که شاخص هست در صنعت مد نظر شما و شما اجرا کردید، میتونه نشون بده که زمینه کاری شما چی هست و جلب توجه. یا اگر شما پژوهشگرید، یک زمینه تحقیقاتی یا عکس لابراتوریتون یا هر چیزی که در واقع نشون دهنده پژوهش شما باشه میتونه خیلی جذاب باشه. به عنوان مثال برای خود بنده، چون زمینه تحقیقاتی اخیر بنده در مقطع دکترا که در حال تحصیل هستم اسمارت مانیفکتچرینگ و اینداستری 4.0 هست، عکس بک‌گراند من در واقع المان‌های و آیتم‌های اینداستری 4.0 رو داره نشون میده. یعنی در نگاه اول مشخص میکنه که بنده یک بک‌گراندی یا یه زمینه‌ای تو زمینه اشاره شده دارم و در واقع میتونه خیلی در این حال که خیلی ساده و ممکنه مهم به نظر نرسه، ولی خب خیلی مهم هست، یعنی جلب توجه خیلی زیادی میتونه بکنه. خب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده کردیم ما در قسمت اول از نکات کلیدی درباره ساخت پروفایل حرفه‌ای لینکدین، راجع به کلیات لینکدین و نحوه استاندارد عکس پروفایل و عکس بک‌گراند صحبت کردیم. 3 الی 4 قسمت دیگه ما در رابطه با این نکات کلیدی در رابطه با ساخت پروفایل حرفه‌ای لینکدین داریم که به تفصیل تو هر قسمت راجع به قسمت‌های مختلفی از پروفایل حرفه‌ای لینکدین و تنظیمات اون صحبت می‌کنیم و بعد از اون هم یقیناً نکات بسیار زیادی در قسمت‌های آینده در رابطه با کاربرد لینکدین و گزینه‌های مختلفی که لینکدین در اختیار ما قرار میده صحبت می‌کنیم. پیج ما رو دنبال کنید. روزتون بخیر، ایام بکام، موفق باشید.